نزدیکترین کسی بود که شبیه من بود و از دوچار این شده بودم که هم مثل یک فن داشتم نگاه می‌کردم، خوشحال بودم، هم از این که من استخدامم کردن 4 ساله و این یکی از باس‌های منه، باید این کانورسیشن رو درست یه جوری ببرم جلو. در آخر که دارم نگاه میکنم این بین یک فن و یک سلبریتی نیست، در آخر من دارم برای این کمپانی و این خانم کار میکنم. و بعد که با کایلی صحبت کردم دیدم دستش اینجوری داره میکنه، گفتم استرس داری؟ گفت آره، تعداد زیاد که میاد، حتی همین 60 نفر با اینکه بیشتر آدمایی هم که میشناسم یه وقتایی با اینکه مامانم اینجاست، مامان بزرگم اینجاست، یه وقتایی استرس میگیرم. بهش گفتم من خیلی استرس دارم، بعد میخندید، گفت تو چه استرس داری؟ گفتم من دارم با تو صحبت میکنم. و اونجا بود که متوجه شدم که نه، همه ما